الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المتقين وأشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر 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 الله أكبر. خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر أحصى كل شيء عددا. الله أكبر وسع كل شيء رحمة وعلما. بعد سلام خدمت بیننده ها و شنونده های این برنامه، اولا تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. الله متعال عبادات و طاعات، خیرات و صدقات، صیام و قیام و هر آنچه که از اعمال نیک به خاطر رضای پروردگار الهی در این ماه مبارک رمضان انجام دادیم، الله متعال از ما بپذیرد و از ما قبول بکند و از ما قبول بکند. روزی برای ما این کارهای نیکو یا اعمال صالحه سبب نجات و سبب کامیابی ما شود. بیننده و شنونده عزیز و گرامی، اولا ما شخصا خودم را و بعدا شما را وصیت و نصیحت میکنم به تقوی الله عز وجل فی السر والعلن، که ما تنها و تنها از خدای خود بترسیم که خدای همه ما و شماست، در ظاهر و در باطن، آشکارا و یا به صورت پنهان. ما تنها از او ذات حراس داشته باشیم که او قادر مطلق است، او خلاق الخلق است، او عزیز مقتدر است و هر آنچه که ما پیش میکنیم یا پیش کردیم در این ماه مبارک رمضان از اعمال صالحه، او اعمال صالحه ای که ما امید میکنیم که سبب بیاضی یا سبب روشنی چهره های ما و شما بگرداند. الله متعال یوم نلقى الله، در آن روزی که ملاقات ما با پروردگار ما صورت میگیرد، روزی که یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال کار آمد و نه اولاد سودمند، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ شخصی که با قلب پاک و پاکیزه، با عقیده پاک و پاکیزه، با عبادت و طاعت پاک و پاکیزه، با اخلاق نیکو و معاملات درست و نزد پروردگار خود حاضر شده. تنها نجات برای کسانی که دلشان صاف است، صاف دلان، پاک دلان، برای اونها نجات است.
الا من اتى الله بقلب سلیم. این مال و اولاد و هر آنچه که در دسترس ما قرار دارد، اینها تنها امتحان و آزمایش یا به صورت دیگر زینت دنیاست. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. باقیات الصالحات تنها اعمال ما هست. اولاد میماند و همه اینها میماند، اما خوشا به حال اون انسان هایی که هم از مردان و زنان با قلب پاک، پاک طینت، با قلب پاکیزه، پاک دل در نزد الله خود یا در ملاقات پروردگار خود حاضر شده. بیننده ها و شنونده های عزیز و گرامی، الله متعال برای هر چیزی یک وقت مقدر و معین ساخت. نه از آن تقدم پیش می شود و نه از آن تأخیر می شود. یک اجل، یک مدت معینه برای هر انسان است. امروز یا فردا، امروز یا فردا. و از آن روز نگران باشیم و از آن روز در حراس باشیم که حرکات و تپش قلبها استاد می شود و روح از بدن فیزیکی انسان جدا می شود و روزی که لا ينفع حسب ولا نسب ولا ذریه، روزی که نه حسب کار آمد نه نسب کار آمد و نه ذریه اولاد و دیگرها کار آمد، مگر چیزی کار آمد است العمل. یا عمل انسان را یا نیکبخت می سازد یا بدبخت. فاما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. پس کسی که سرکشی کرده و دنیای یا زندگی دنیا را ترجیح داده بر آخرت مقدم دانسته، فإن الجحیم هی المأوى، جهنم جایگاه خاصی است. لیکن در این دنیا و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس، برای کسی که از پروردگار خود هراس دارد، از عذاب پروردگار خود بیقرار است، خوف الهی در قلب او حاکم است، جایگزین است و او خود را و نفس اماره بالسوء خود را و نفس بدماش خود را و نفس طغیانگر و سرکش خود را در قابو یا در کنترل خود نگاه کرده، از خواهشاتش منع میکند و نمیگذارد که این نفس اماره بالسوء مطلق العنان تصرف بکند و او را لجام نموده، از تصرفای بیجا، از خواهشات بیجا، از حرکات بیجا کنترل کرده. فإن الجنة هی المأوى، پس جنت مأوای است. جنت تنها مکان خاص برای این انسان هست. پس برادران گرامی و خواهران عزیز و محترم، اعمال نیک یا اعمال صالح و عملی را گفته می شد که انسان را از عذاب خداوند نجات می دهد و او عذابی که تو را از خاره‌های جهنم و از ذریع و مهل نجات می دهد و از زقوم نجات می دهد. از خوردن زقوم تو را مانی می شود. ان شجرة الزقوم طعام الاثیم، یقینا درخت زقوم او طعام اثیم گناهگار است، خوراک گناهگار است. کالمهل یغلی فی البطون، و همانند باقی مانده در کون دیگ که روغن را گرم میکنین گندگی از باقی میماند،
همانند یغلی فی البطون، او در شکمها جوش میخورد که غلی الحمیم، مثل آب گرم که گرم میکنین جوش میخورد، همانند از او جوش میخورد. شجرت الزقوم. پس کسانی که در این دنیا کاشت و یا کشتزارشان یا کاروبارشان یا تجارتشان یا حرکاتشان به خاطر چی بگوییم، یعنی اعمال نیک انجام دادن، یعنی اینها همه حرکات از اینها نیک بود یا نیک باشد، کلمه طیبه همراه با کلمه طیبه، نتیجه یا میوه از او یا ثمره از او هم طیبت ناضجه و پاک است و پخته است و لذیذ و خوشمزه و خوش ذائقه است. و این نعمتی که مقیما همیشه دائمی و نوشیدنی که بسیار خوشگوار است. از خاطر الله متعال میگوید و جزاؤهم بما صبروا و جزاهم بما صبروا جنت و حریرا، پاداش اینها که اینا در برابر سختی ها و در برابر خواهشات نفس خود را کنترل کردن، جنتا و حریرا، باغچه های جنت نصیب آنهاست، و حریرا ابریشمها، متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. اینا تکیه زن هستن، نه در اونجا زمهریر است نهایت سردی یا بسرد، و نه در اونجا آفتاب سوزان است. و دانیة علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا، شاخهای درخت هم پایین است، در جای خود استاده و یا در جای خود نشسته از میوه های درخت بدون تکلیف استفاده میکنه، همه تابع است. لیکن سوال است فما اعددتم لحول یوم عظیم، شما به خاطر کاستن و کم کردن هولناکی این روز چی چیزی را تیار کردین؟ آمادگی چی دارین؟ چه تیاری دارین که از وحشت و دهشت از هولناکی آن روز بکاهد، کم بکند؟ و چی کاشت شما یا کشت شما یا کاروبار شما یا زراعت شما که کاشته بودین، او چیست؟ خیرون او شرون، خیر است پس جزایش این، شر است پس جزایش این است، که قسمی که اشاره کردم یا بیان کردم. پس شما یا ما همگی باید زندگی آمادگی بگیریم و تیاری بکنیم که حیات ابدیه، حیات و زندگی دائمی و ابدی است که لا تنفت و انتهای ندارد، ختم نمیشه، و نعمت هایی که همیشه همراه دوست و نه کم می شود و نه گم می شود و نه ختم می شود. الله متعال می فرماید کل نفس ذائقة الموت، هر نفس چشنده مرگ است، و انما توفون اجورکم یوم القیامه، مزد شما یا پاداش شما، اجر و ثواب شما داده می شود کی؟ یوم القیامه. و کدام پاداش؟ فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه، پس کسی که از آتش دوزخ دور کرده شود و به جنت داخل کرده شود، فقد فاز، یقینا کامیاب است. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیا جز فریب هیچ چیزی نیست.
مثل براقه و ذراقه است. ظاهر دارد حقیقتی ندارد. از این خاطر یکی از علمای سلف صالحین میگفت که ما برای هر انسانی محبوب از او را ما میبینیم، او با او زیاد محبت میکند و او را تعذیت میکند و از او جدا میشود انسان، لیکن این جدایی کب اذا جاءه الموت، وقتی که موت بیاید. لیکن از تو تلاش اون محبوبی را تلاش بکن که جدایی ندارد است و سبب فوت بخاطر فوت شدن از تعذیت نمیدید کسی برای تو. و حبیب چیست؟ و حبیب که اوست که وقتی که در قبر خود داخل میشه هیچ چیزی با تو اون محبوبایی که با تو در دنیا بود، محبت مال، محبت اولاد، محبت خانه، محبت قدرت، محبت شهوت، هیچ چیز با تو نیست. در تاریکی قبر تنها چیزی که با تو می باشد و او است العمل الصالح، عمل نیکی تو با تو در قبر می باشد. وقتی که در قبر یک انسان گذاشته می شود، در قبر از او یک شخصی می آید بسیار خوبصورت، لباس خوبصورتی داره، خوشبوی خوبی داره، چهره منوری داره و او برای مرده و میت میگوید که ابشر بالذی یسرک، می خوشخبری با آنچه که تو را خوش میکند. میگه که هذا یومک الذی کنت توعد، این او روزی است که برای تو در دنیا وعده داده میشد که تو در اینجا میایی. و انسان میگوید که من انت، تو کیستی مرا خوشخبری میدی و چهره تو چهره منور و چهره زیبا و ای تو خبر خوش میاری. او میگوید که انا عملک صالح، او میگوید ما عمل نیک تو هستم. به صورت یک شخص زیبا و منور با لباس های زیبا و قشنگ در قبر نزد میت حاضر بشد، میگوید که انا عملک صالح، ما عمل نیک توست. و میگوید تو عمل رب اقم الساعه، رب اقم الساعه، ای الله قیامت قائم بکن، قیامت قائم بکن، حتی ارجع الى اهلی و مالی، تاکہ ما به طرف اهل و مال خود بروم. و ای الى اهلی و مالی، یہ حدیث صحیح است، در سنن ابی داود و غیره با سند صحیح موجود است. از خاطر ما به یاد بیاوریم و یاد داشته باشیم که ما امروز و یا فردا رمضان یا ماه مبارک رمضان را خداحافظی میکنیم و میبینیم که دیروز آمده بود امروز روان است با یک سرعت بسیار یعنی تیزی آمده و میرود، بسیار با تیزی آمد و رفته است و سالها میگذرد به این ترتیب که رمضان میاد به سرعت و بیرود به سرعت. این در حقیقت عبرت برای ماست و این نصیحت برای کسانی است که از این نصیحت حاصل میکنند که می آید و می رود و می آید و می رود. گفتم که آمد و رفت رمضان جریان دارد یا ادامه دارد. دیروز به یک دیگر تهنیت و تبریکی پیش می کردیم که رمضان فرا رسیده و یا از دیگر سوال می کردیم که در رمضان چند روز مانده. امروز رمضان را تودیع می کنیم، خداحافظی می کنیم با تمام تأسف
که رمضان در حالت سفر است. چقدر یه روزها و ماها با سرعت میگذرد و تیر می شود. از این خاطر برادران و خواهران محترم، عمر انسان یک فرصت برای انسان است، این بار بار تکرار نمی شود. امروز گذشت، یک روز از زندگی ما کم شد و این فرصت دوباره واپس نمی گردد. کاش که واپس می آمد، لیکن نمی آید. لذا روزهای زندگی خود را غنیمت بدانیم و از روزهای زندگی خود استفاده درست بکنیم تا زمانی که تا وقتی که در امکان ماست از او استفاده درست. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله می گفت ان اللیل والنهار یعملان فیک، شب روز در تو کار میکند، فعمل انت فیهما، تو در این شب روز کار بکن. شب روز عمر ما را از بین میبرد، ما هم کار بکنیم که او را مصروف بسازیم. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرمود ما ندمت على شیء ندم على یوم غربت شمسه نقص فی اجل. ما به هیچ چیزی اظهار ندامت نکردم و پشیمان نشدم مثل آن روزی که آفتاب از او غروب میکند و یک روز از زندگی ما کم میشود، ولی لم یزد فی عمل ما اضافه نمیشود. یک روز ما تیر میشود با لهو و لعب، یا اینکه بدون استفاده درست شرعی، از این کذا مصیبت بزرگ نیست که روز ما کم شده، عمر ما کم شده یک روز، ولی ما در اون روز هیچ چیز استفاده کرده نتوانستیم یا در عمل خود افزایش یا اضافه کرده نتوانستیم. این روزها روزهای معدودی است، قسمی که الله متعال می فرماید که روزهای معدود است، ایام معدودات، حتما روزی از روزها به پایان می رسد و این صفحات دفتر انسان روزی میاد که بسته می شود و به انتها می رسد. قبل از این که دفتر انسان یا دفتر ما بسته شود، باید ما دفتر خود پر بکنیم، دفتر ما خالی بند نشود. این روز یک روز بسیار بزرگی است و روز جلیلی هست، عظیمی و جلیلی هست و این روز را روز جوایز گفته می شد. در یک ماه مبارک رمضان انسان در عبادات و طاعات و خیرات و صدقات و قیام و صیام و ذکر و اذکار و غیره مصروف می شود. جایزه عظیم به شکل یوم عید یا روز عید برای از میسر می شود و این جایزه به همه تقسیم می شود بر تمام جهانیان در ماه مبارک رمضان. لیکن یہ تقسیم جوائز به اعتبار یا به حسب عمل انسان است، به حسب یا به اعتبار عمل هر عاملی است، مطابق عملش برای جایزه میرسه، کثیرا او قلیلا. اگر عملش زیاد است جایزهش زیاد، عملش کم جایزهش کم. از این خاطر رمضان در حالت رفتن است یا رو به انتها است. رمضان با خود شهادت نامه های را حمل میکند، شهادت نامه های کامیابی و فوز، شهادت نامه های رضا و رضایت پروردگار از طرف رحیم الرحمن ملک الدیان، قسمی که به زبان صادق الامین صلی الله علیه و سلم جاری شده. فرمود من صام رمضان و قامه ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان را با نیت خالص
و با طینت پاک با طلب اجر و ثواب روز رمضان را روزه و شبش را قیام میکند غفر له ما تقدم من ذنبه. و در این حال رمضان دفترهای دیگری را هم با خود حمل میکند یا سکوک یا چک های خساره و هرمان و چک هایی که اونها مردود هستند قسمی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به زبان مبارک خود فرمود من ادرک رمضان، شخصی که رمضان را یافت لیکن در یک ماه مبارک رمضان اون نتوانست که خود را سبب عفو پروردگار خود قرار بگیرد یا گناه خود را ببخشاند، فلم یغفر له، برای از طرف پروردگار مغفرت نیامد یا مغفرت نشد، فابعده الله، الله را از رحمت خود دور بکند. پیامبر علیه السلام برای صحابه گفت که یا برای شخص گفت که قل آمین، بگو آمین. فقال المصطفى صلی الله علیه وسلم آمین. پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم هم این را در اینجا آمین گفت، در اینجا آمین. و ما میبینیم که این روزی که مسلمان حقیقی و حقیقت خود را ظاهر میکند، قسمی که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم و اموالهم والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق علیه. چهار چیز: مسلمان کسی که دیگر مسلمان از اذیت و آزار دست و زبانی او محفوظ باشد، و مؤمن کسی که دیگران از او در امین باشد، محفوظ باشد، خون اونها محفوظ باشد، مالشان محفوظ باشد، عزتشان محفوظ باشد. و مجاهد کسی که با نفس خود را در طاعت الهی قربان میکنه. و مهاجر کسی است که گناه یا منهیات الهی را ترک میکند. در حقیقت روزداران اینا مسلمان ها هستند، روزداران اینا مؤمنان هستند، روزداران اینا مجاهدان فی سبیل الله هستند، روزداران اینا مهاجرین فی سبیل الله هستند. اینا مهاجر معنیش ترک کننده، هجرت به معنی ترک. اینا همه چیز را ترک کردن، همه دنیا و لذت دنیا را خاص به خاطر حکم پروردگار خود ترک کردن. از این خاطر نبی صلی الله علیه وسلم می فرماید اکمل المؤمنین ایمانا، شخصی که با ایمان کامل باشد اوست احسنهم اخلاقا، اخلاقش درست باشد. و خیارکم لنسائهم، و بهترین شما کسی است که بهترین باشد برای خانم های خود، برای فامیل های خود خوب باشد، بهتر باشد. خیارکم، بهتر شما، خیارکم بهتر شماست لنسائهم، برای فامیلان خود، برای خانمان خود اینها بهتر باشد. در اینجا ما نمیخوایم زیاده ایرا طویل یا دراز بکنم، درس بسیار طویل هستم. میخوام فقط چند مسائل که با عید ارتباط دارد خدمت شما پیش بکنم. و از جمله او مسائل یکی نماز عید است، درباره حکمش یا سنت است یا واجب. بعضی ها میگن واجب و اکثر این است که سنت است و بعضی ها میگن که واجب است. به هر حال کیفیت نماز عید با طریقه راجع یا موافق با حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم این است که در رکعت اول یا در رکعت اولا
7 تکبیر غیر از تکبیر احرام، یعنی تکبیر تحریم الله اکبر بعد از 7 تکبیر قبل از قرائت، بعد از قرائت است. اول سوره فاتحه و بعد از سوره دیگری را میخواند. سوره دیگر یا سوره اعلی باشد، سبح اسم ربک الاعلی، و یا سوره قاف. این در رکعت اول. و در رکعت دوم هم قبل از قرائت 5 تکبیر است غیر از تکبیر احرام که قیام استاده شد. بعد از او در رکعت دوم سوره غاشیه و یا سوره القمر، اقتربت الساعة و انشق القمر میخواند. و بعد از خواندن 2 رکعت نماز در رکعت اول غیر از تکبیرت الاحرام 7 تکبیر قبل از قرائت و در رکعت دوم 5 تکبیر قبل از قرائت و بعد از او قرائت در رکعت اول قرائت سوره فاتحه و بعد از سوره اعلی یا قاف و در رکعت دوم سوره فاتحه و بعد از او سوره غاشیه و یا سوره قمر را میخواند. و بعد از خواندن 2 رکعت نماز امام خطبه میدهد. خطبه دوست یا یک صحیح و ثابت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم یک خطبه است، 2 خطبه نیست. اما بعض مردم ها یا بعض مذاهب بنابر قیاس بر روز جمعه اینا 2 خطبه میدن. اما صحیح و ثابت از پیامبر علیه السلام تنها یک خطبه است، قسمی که امام بخاری و امام مسلم رحمه الله حدیث را از طریق ابی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه روایت میکند. و میگوید کان النبی صلی الله علیه و سلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلی. پیامبر علیه السلام روز عید فطر و عید اضحی به طرف مصلی می برآمد. مصلی هم عیدگاه. و اول شیء یبدأ به، و اولین چیزی که پیامبر علیه السلام او را انجام میداد الصلاة نماز. قبل از نماز هیچ کاری نمیکرد. ثم ینصرف، بعد از نماز پیامبر علیه السلام فیقوم استاد میشدن مقابل الناس، روبروی مردم و مردم در حال نشسته در صفهایشان. فیعیدهم، نبی صلی الله علیه و سلم اونها را نصیحت میکرد و یوصیهم و یامرهم و اونها را وصیت میکرد و اوامر الهی را برای آنها واضح میکرد یا میگفت و بعد از او کارهای دیگری را انجام میداد. در اینجا درباره تکبیرات عید بعض مذاهب، ما گفتم قول راجح، اما در بعض مذاهب اختلافاتی هستند. قسمی که در نزد احناف در غیر از تکبیرات الاحرام مجموعاً 9 تکبیر است. 9 تکبیر مجموعاً است 6 تکبیر زواید و 3 تکبیر، یکی تکبیر افتتاح تکبیر تحریم است و 2 تکبیر و در حالت رکوع رفتن یا از رکوع بالا شدن در هر رکعت. یہ 3 تکبیر، باقی زواید 6 تکبیر، در هر رکعت 3 تکبیر زواید است در نزد احناف غیر از تکبیرات الاحرام و تکبیرات الرکوع. اما چیزی که صحیح بود و مطابق حدیث ما برایتان گفتم. و این یک مسئله دومی درباره این است که 2 خطبه است یا یک خطبه. با گفتم که صحیح و ثابت از پیامبر علیه السلام یک خطبه است، 2 خطبه نیست. یک خطبه است، 2 خطبه نیست و او بعد از نماز است. مسئله سوم که خطبه قبل از نماز یا بعد از نماز، چیزی که از پیامبر علیه السلام از صحابه اکرام و خلفای راشدین ثابت است و بعد از نماز است. اما عبدالملک ابن مروان در زمانهش و بعضی گفتن که عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه در زمانه خود قبل از نماز خطبه میداد بنابر مصلحت
که مردم رسیده نمیتوانستند. اگر این روایت به طرف عثمان رضی الله تعالی عنه نسبتش درست باشد، اما به طرف عبدالملک بن مروان یہ روایت درست است که او خطبه را قبل از عید میداد و او مصلحت شخصی داشت نه مصلحت شرعی. اگر عثمان رضی الله تعالی عنه قبل از عید خطبه داده و مصلحت شرعی داشت و نه مصلحت شخصی. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.